کار کردم. نه، از رو عصبانیت بود، از رو عصبانیت بود. من میدونم، وگرنه من بهش رو نمیدادم. حالا پسر اسمش چی بود؟ بگیر بخواب دمیر. اسمش رو بگو، اسمش. میخوای چی کار کنی؟ بری سینوپو پیداش کنی؟ یعنی تو سینوپه. جمعیتش 34,800. موفق باشید امیر. با مزه. یعنی اونجا دونه دونه در بزنن. خب از بابات میپرسم. چجوری میخوای بابامو پیدا کنی ازش بپرسی؟ اوف بابا، تو کی شمارتو بهش دادی؟ اولا که بابام یادش نمیاد اون کدومشون بود. کدومشون؟ مگه چند نفر اومدن خواستگاری؟ عجبا. تو رو خدا نگاش کن، دیوانه رو میبینی؟ بایستا الان نشونت میدم. عالیه. رد کن باشه، رد کن. یعنی تو فردا نمیخوای بیای شرکت و من اونجا نمیبینی. رد کن. لروکس عزیزم، زود باش پاشو، یه دوش بگیر تا به خودت بیای. دخترا، من مریضم، نمیتونم بیام سر کار امروز. لروکس زود باش پاشو بریم یه قهوه بخوریم، بعدش هم میریم سر کار. در ضمن نمیگه از کجا در اومد دیشب که حالت خوب بود؟ اصلا خوب نیستم، خیلی حالم بده. خب طبیعیه، بعد دیشب منم حالم بد میشد. واقعا مریضم مروه، حالم خیلی بده. مگه چی شده عزیزم؟ آیدا، قلبم یه جوری میشه، همش عرق میکنم.
فکر کنم سرما خوردم، اما یکم استراحت کنم شاید خوب شم. شما به بوراک بگین باشه، اگه لازم بود تو خونه کار میکنم. عجیبه، چون اصلا تب نداری. غیر طبیعیه لروکس. باشه بابا، ببخشید. عجبا چی میتونه باشه؟ درد بی‌درمونه. مریضم مرو، مریض. خیلی خوب خیلی خوب، باشه پاشو بریم بیمارستان، چون این روزا آنفولانزا اومده. نه من اصلا حال ندارم برم بیمارستان. اگه استراحت کنم خوب میشه. ای بابا لروکس، چجوری اینجا ولت کنیم بریم سر کار آخه؟ برین شما برین، اگه چیزی شد من بهتون زنگ میزنم. خیلی خوب باشه، پس زنگ بزن. خب تو ابد نمیتونی قایم بشی لروکس. خودتو جمع و جور کن. ایلول، یه ایده دارم. فکر کنم پیدا کردم بوراک. واقعا؟ ببخشید. صبح بخیر. صبح بخیر. خوبی؟ انگار آره. حالا ببینیم چی میشه. خوبه. من برم دست و صورت هم بشورم. تو را برام تعریف میکنی چی بریم؟ باشه. صبح بخیر دمی خان. صبح خیر. صبح بخیر. لروکس نیست؟ اون یکم مریض بود، امروز نمیاد سر کار. اما خیلی چیز مهمی نبود، یعنی تبینا نداشت. این چیه؟ تو دیگه از کجا در اومدی؟ مریضی؟ صدام اصلا در نمیاد دمیر. حالم خیلی بده، وضعیت گلوم خیلی زود خرابه. باش بریم بیمارستان. نه نمیتونم میام، چون همه جام درد میکنه. باید استراحت کنم. از خونه آیدا اینجا قشنگه. دمیر ولم کن، با پیژامه نمیشه که. آروم در باش. باز مون دمیر. یعنی سهام دمیر، تو و من همین جوری میمونن. آره، ستاییمون میریم و در مورد فروش بقیه سهام با هیئت مدیره حرف میزنیم. خب به نظرت مطمئنی قبول میکنن؟ اگه این موضوع جریمه و آبروریزی با مشتری درس پیدا بکنه، سهامای آرتمیم نابود میشن. تا این موضوع عملی نشده بهتر سهام فروخته بشه. تو میگی عملی میشه؟ حداقل یه راه چاره‌ای هست. دیروز یه حرفایی میگفتی که اصلا راه چاره‌ای وجود نداره. چی شد ایلول خانم؟ از یه جایی بهتون الهام شد؟ بوراک، ما داریم ورشکسته میشیم، اون وقت ببین تو دنبال چی هستی؟ تو میگی نباشم؟ نباش، حداقل اینجا این کارو نکن باشه.
آقای دکتر، من واقعا هیچیم نیست. ببینین خودم دارم بهتون میگم. هست قلبش درد میکنه، خودش گفت. همه جاش درد میکنه. سر صبحم صداش در نمی اومده. گلو درد داشته. بهتره یه نگاهی بهش بندازین. همشونو چک میکنیم. باید ازتون آزمایش خون بگیریم. چی؟ آزمایش خون؟ به خدا من هیچیم نیست. واقعا آزمایش خون لازم ندارم. ولم کنین برم. همه اینا از خستگیه. میدونم قسم میخورم هیچیم نیست. باور کنین هیچیم نیست. دست نزن. ای بابا تکون نخورین دیگه. نمیتونم رگتون رو بگیرم. لروکس چیه؟ یه لحظه آروم باش. میخوام یه چیز خیلی مهمی بهت بگم. دیشب یه چیزی در مورد تو فهمیدم. متوجهی؟ اصلا برام مهم نیست. میدونی چرا؟ چون تو مال منی ها. من اینو میدونم. تموم شد. یعنی چی؟ وای اون 4 تا خون مال منه. شما همه خون منو گرفتین. من به اونا احتیاج دارم. چه کاری آخه؟ نمیفهمم. 1-2 ساعت دیگه جواب آزمایش آماده میشه. ممنون. دستم خیلی درد میکنه. جای آمپول درد بذار داره. ببینم. ما چیزی نیست. فشارش بزن. خوب میشه. درد دارم. لیلا جون، وقتی ازدواج کردین اینجا زندگی میکنین دیگه؟ آره؟ یعنی این طرف تو رو نمیبره یه جایی دیگه نه؟ نمیدونم فیروزه جون، اصلا در مورد این موضوع حرف نزدیم. خب خونه به این بزرگی، این هم اتاق داره، یکیشون رو انتخاب کنین دیگه. اصلا اگر میخواین طبقه بالا کلش مال شما باشه. یعنی منم تا وقتی که شما به هم دیگه عادت کنین یه جای دیگه میمونم. اگه میخواین. خب وای فیروزه، این حرف الان چه معنی داره؟ محض رضای خدا اینا رو دیگه از کجا در آوردی؟ یعنی چی از کجا در آوردی؟ خب تو داری با طرف ازدواج میکنی. آی سر صبحی در مورد خونه و اتاق و طبقه بالا حرف میزنه. عجبا. خب به موقعش در مورد اینا حرف میزنیم دیگه. جوری میگه انگار 2 روز دیگه میخوایم ازدواج کنیم. واقعا که فیروزه، واقعا که. بله گفتم که چیزیم نیست. من که به شما گفتم. الکی 4 تا شیشه ازم خون گرفتین. نتیجه آزمایشتون نشون میده همه چی نرماله. فقط این گزینه یکم پایینه. چیه اون؟ چیه؟ کدومشونه؟ لروکس خانم شما کمبود دمیر دارین. بورک خان، ترکان خانم اومده. خوش اومدین ترکان خانم. چه سورپرایز خوب. خیلی ممنون. خوش اومدین. من بورک از آشناییتون خوشبختم بورک خان. بی خبر اومدم اما یه چیزایی هست که باید هر چه سریعتر در موردشون حرف بزنیم. البته بفرمایید. تو اتاق دمیرخان حرف میزنیم. بفرمایید. دمیرخان نیستن؟ من الان باهاشون تماس میگیرم. راستی چی میل دارین؟ قهوه‌های ما خیلی خوب هستن. خیلی ممنونم. زیاد نمیمونم. باشه.
متاسفانه ایشون توی جلسه دیگه هستن. حیف. بیشتر از همه از این ناراحتم که فرصت همکاری با ایشون از دست دادم. اما ایشون یه کم دیگه میان. بله، در ضمن ایشون قراره یه بخش از کارهای شما رو انجام بدن. من تصمیم گرفتم که کارو به یه شرکت دیگه بدم. میخواستم با خود دمیرخان حرف بزنم و بهشون هشدار بدم، اما شما حتما بهشون خبر بدین. میشه دلیل این تصمیم عجولانتون رو بپرسم؟ اول اینکه با مشتریات و مشکلات زیادی داشتین، اتفاقایی که با یلدریم خان و دخترشون داشتین. تو موضوع یه سوء تفاهم خیلی بزرگ وجود داره و ما داریم سعی میکنیم حلش کنیم. من با حقی که به خانما میدم راهمو پیش میبرم. نه من و نه اسم شرکتم نمیخوام در کنار اسم شرکتی باشه که از دختر مشتری سوء استفاده شده باشه. همچین چیزی وجود نداره، هرگزم نخواهد بود. این فقط یه سوء تفاهم کاریه. خیلی متاسفم جوونا، اما توصیه میکنم هرچه سریعتر اعتبار از دست رفتتون رو به دست بیارین، چون همه دارن در موردش حرف میزنن. ببینین ترکان خانم، هیچ کدوم از اینا تقصیر دمیرخان نیست. اتفاقی که افتاده واقعا سوء تفاهم بود. اما نتیجه یکیه. اعتبار به سختی به دست میاد و من نمیخوام اعتبار خودم رو از دست بدم. روز بخیر. دوبله شده در استودیو جم. دیدی 2 روز از من دور موندی، کمبود دمیر پیدا کردی. مسخره نکن دیگه. نمی کنم، فقط مگه نمیبینی برای تو خوب نیست از خونه دور بمونی؟ تو چرا قوانین خودتو خراب میکنی؟ از چیچی، ساکیز، موسی و لاک پشت، از همشون دور موندی. از اتاق خوابت تو تخت خوابت خودتو محروم کردی. واقعا باور کردی دور از این حالت خوب میشه؟ من از اونایی که گفتی نه. سعی میکنم از تو دور بمونم، اما از پسش بر نمیام، چون اصلا منو تنها نمیذاری. لروکس اگه از من دور بمونی چی رو حل میکنی؟ میشه بهم بگی؟ جواب بده. لازم نیست جلوی من مضطرب بشی. تو بیمارستانم باهات تماس گرفت، یعنی معلومه که کار مهمی داره. بله ایلول. چرا اینطوری شد؟ فهمیدم. چی؟ دمیر، دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم. بزرگترین کار رو از دست دادیم. یعنی الان من شبیه آدمی هستم که از دختر مشتریم سوء استفاده کردم؟ منم به خاطر اینکه اعتبارم و لکه‌دار کردن از یلدریم خان شکایت میکنم. همین امروز این کار انجام میدم. به هیچ وجه این کارو نکن. این مشکل بزرگترم میشه. اینطوری اون کسایی هم که نشنیدن موضوع میفهمن. دمیر، میشه هر چه زودتر بیای شرکت. وقتی تو نیستی نمیتونیم هیچ تصمیمی بگیریم. باشه یکم دیگه میام. شما دیگه چه جور آدمایی هستین؟ شما دیگه کی هستین؟ تو الان چرا آماده شدی؟ قرار بود امروز نیای شرکت. خب بمون خونه استراحت کن دیگه. لروس میدونی که اینجا نمیمونم، میدونی که الان مریضم دیگه نیستم. اول میرم شرکت، بعد میرم پیش آیدا. لروکس، تا کی میخوای اینطوری ادامه بدی؟
من حس خوبی ندارم دمیر. نمیدونم. دیشبم حس بدی داشتی؟ برای اینکه به هم نزدیک بودی؟ اشتباه بود. نباید این کارو میکردم. اما من کنار تو کنترلمو از دست میدم دمیر. اشتباه بود. تو الان چون منو بوسیدی پشیمون شدی، آره؟ من مجبورم ازت دور بمونم دمیر. چرا اینو نمیفهمی آخه؟ لروکس، از من چی میخوای؟ ها؟ معذرت خواهی کردم، میفهمی؟ اگه میتونستم زمانو به عقب برگردونم شاید همه چیزو حل میکردم، اما نمیتونم چون گذشته ها گذشته. نمیتونم تغییرش بدم. از من چی میخوای؟ میخوای چی کار کنم؟ من میخوام فقط یه مدت از من دور باشی. کجای اینو نمیفهمی؟ الان حالمو خوب نمیکنی دمیر. حالا تو خوب نمیکنم. من برای هیچی خوب نیستم. من حال هیچ کس رو خوب نمی کنم. برای هیچی خوب نیستم. به هر چیزی که دست میزنم خوب نمیشه. از من چی میخواین ها؟ همتون، کل دنیا، همتون از من چی میخواین؟ چی کار کنم؟ لروکس بگو. میخوام باورت کنم دمیر. میخوام بهت اعتماد کنم اما تو قلبمو شکستی. نمیتونم به این راحتی خوبش کنم. من حال هیچ کس خوب نمیکنم. برای هیچی خوب نیستم. و هر چیزی که دست میزنم خوب نمیشه. از من چی میخواین؟ ها؟ همتون، کل دنیا، همتون از من چی میخواین؟ چی کار کنم لروکس بگو. بله ایلو. لروکس، نمیتونم دمی رو پیدا کنم. باید فوراً بیاد شرکت. چند ساعت پیش حرف زدیم، گفت باشه اما نیومده. آخرین بار تو خونه بودم و الان واقعا نمیدونم کجاست. ببین، اگه دمیر الان بهت زیادی فشار میاره به خاطر اینه که اعصابش خورده، کارو به هم ریخته. ما هنوز به کارمندا نگفتیم که توی شرایط بدی قرار داریم. حتما دمیرم به تو نگفته. ترکان خانم امروز اومد و کارو ازمون گرفت. یلدریم خانم داره زهرش رو به شرکت و به دمیر میریزه. اینا که گفتی کی اتفاق افتاد؟ یه چند وقتی میشه، اما امروز به اوجش رسید. مجبور شدم پشت تلفن اینا رو به دمیر بگم. الان چیزایی رو داره تجربه میکنه که واقعا حقش نبود. داره تاوان اشتباهات دیگران رو پس میده. اگه از دستت عصبانی شد تو به دل نگیر باشه. و اگه دیدیش یا باهاش حرف زدی فوراً بهش بگو که بیاد شرکت. باشه. میدونم حالت خوب نیست.
و میدونم آخرین نفری هستم که تو این دنیا میتونه حالتو خوب کنه، اما بازم اینجام. دمیر، دعواشون شده؟ حالش خیلی خوب نبود. دمیرم جواب نمیده. چی کار باید بکنی؟ اصلا فکرشو نمیکردم یه روز بخوام این شرکت رو ببندم. فکر کنم دمیر نمیاد. من میرم. باشه، من یکم دیگه کار دارم، فعلا اینجا. باشه. دمیر، دمیر، لراکس. عشقم حق با تو بود. حالتو خوب نمی کردم. اینجا خونه تو بود. من فقط یه مدت شانس اینو داشتم که بنات هم خونه بشن و همه چی فقط مثل یه رویه شیرین و قشنگ بود. اصلا ناراحت نشو. این اولین بارم نیست که از این خونه میرم. مثل یه پرنده که طولونش گیر کرده باشه. تو خونه بودم که وقتی بچه بودم هم ترکش کردم. اما این خونه اینقدر قشنگ و زیبا بود که اگه به من باشه اجازه نمیدادم حتی اگه اون پرنده بالم داشته باشه بتونه پرواز کنه. خوب زندگی کن لراکس. آزاد باش. با بچه هات، با گلات، با همه رنگات خودتو خوب کن. من نمیتونم مرهم زخمت بشم. هر وقت خواستم مرهم زخمت باشم یه زخم جدید درست کردم. یه مدت از هم دور بمونیم. اینطوری امتحان کنیم. اینو بدون که فقط برای یه مدت میرم. خواهش میکنم اصلا گریه نکن. خیلی دوست دارم.
بعداً میام پیشت. دوبله شده در استودیو جم.
وقتی دمیر خان در حین تعمیر غرور خدشه‌دار شدهشون بودن، من برای مشکل جریمه یه راه حل پیدا کردم. این رفتنت معنیش این نیست که دختر راحت فکر کنه. تو رسما زده به سرت خونه رو ترک کردی. کل روز تلفنشو نگاه صبح گفت نکرده. مریضم آیدا، شاید کل روزو خوابیده. نه مروه، حتما یه چیزی شده. من خیلی نگرانم. چی شده ابراهیم؟ داداش مروه اینا الان دم در خونه شما در زدن اما کسی در باز نکرده. میپرسن لروکس کجا میتونه رفته باشه. رابطه‌شون خرابه و اگه آلارا بشنوه و فکر کنه امیدی هست. لروکس واسه چی الکی عصبانی شدی؟ دمیر، خودمو به زور نگه داشتم. به خدا یه چیزی میشه. واقعا دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم. دمیر از این خونه برو، فهمیدی؟ باشه ایلول، عصبانی نشو. دیگه اصلا بهش فکر نمی‌کنم، به یه چیز دیگه فکر می‌کنم. راستش من وقتی تنهام خوب فکر میکنم.